خوراک لوبیا چیتی یه غذای بسیار خوشمزه و آسون و تقریبا هم برای ما ایرانی‌ها کم هزینه هستش. یک لیوان لوبیای چیتی دارم که با آب ورم حدود 5-6 ساعت قبل شستمش و 2-3 بارم آبش رو عوض کردم. البته اگه بشه از یک شب قبل هم لوبیا رو خیس کرد خیلی بهتر میشه، چون هم پختش زودتر انجام میشه و صرفه‌جویی در انرژی میشه و همین که به قول معروف نفخش هم گرفته میشه. یه دونه پیاز دارم که نگینی خورد میکنم. پیاز وقتی که نگینی خورد میشه توی پخت به صورت لعاب در میاد و در این حال که خیلی هم مزه غذا رو بهتر میکنه. دوستان من میخوام امروز یه تفته کوچیک به پیاز بدم، به خاطر اینکه چون میخوایم رب بریزیم توش، وقتی که رب تفت میخوره خوشرنگتر میشه در اصل و حالا بوی خامیش هم گرفته میشه، ولی من به شخص خودم هیچ وقت ربش رو تفت نمیدم، ولی الان خواستم که چون به حالت مثلا رسمی درست کنمش دارم تفت میدم که رنگ رب خوش رنگ تر بشه. خب طبق معمول من رب رو 1.5 قاشق ریختم، آب جوش ولرم ریختم داخلش، حالا یا آب جوش یا ولرم فرق نمیکنه. حل میگیرم که بهتر توی روغن تفت بخوره. دیدین که بنزین نوک قاشق من روغن ریختم و همین اندازه تفت دادن کافیه. لوبیاها رو که قشنگ خیس خورده میریزم داخلش. خب نیاز داره که یه مقدار بهش آب اضافه کنم، آب جوشیده اضافه میکنم بهش و یه هم میزنم. یه دونه سیب زمینی، 3 تا سیب زمینی داشتم، یه دونه رو میذارم داخلش که با همراه لوبیاها بپزه و بسیار هم اینو خوشمزه ترش میکنه. درشو میذارم مدت تقریبا 1 ساعت با حرارت ملایم بپزه. این 1 ساعت گذشت و ببینید لوبیاها کاملا حتی یه مقداری ترک هم خورده. سیب زمینی رو برمیدارم و لهش میکنم، میریزم داخل دوباره خوراک لوبیا. یه مقداری باز احتیاج به زمان داشت این سیب زمینی، ولی خب اشکال نداره، من لهش کردم و ادامه پختش میره دوباره داخل لوبیا میپزه و خیلی هنوز البته وقت داره، 1 رو 20 دقیقه دیگه باید بپزه و آماده میشه. سیب زمینی که دارم من درشت میریزم داخلش، چون بچه هم کلا سیب زمینی داخل خوراک لوبیا رو خیلی دوست ندارن، بخاطر همون سوا میکنن و من سعی میکنم برای اشخاصی که دوست ندارن اینجوری درشت میریزم که بتونن بزنن کنار. خب توی این موقع نمک و فلفل رو هم بهش اضافه میکنم و یه چیز خوشمزه دیگهش که اصلش هست، 1 قاشق مرباخوری پودر گلپر. حتما اگر تو الان استفاده نمی‌کردین برای خوراک لوبیاتون حتما اضافه کنید. حالا درش رو میذارم به مدت 1 ربع سیب زمینی‌ها بپزه و مزه نمک و فلفل و گلپر به خورد لوبیامون بره و حالا دیگه آماده سرو کردن هستش که این خوراک لوبیای خوشمزه رو من که با آب لیمو و روغن زیتون میخورم حتما. الانم نون روستایی پختم کنارش و گاهی اوقات خودم و خواهر برادرام و خانواده‌مون با پلو اینو میخوریم. نوش جان.